اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با عمر بولات وزیر تجارت ترکیه دیدار کرد. وی در این دیدار در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری در پارک های صنعتی، انکشاف تشبثات کوچک و متوسط، بازگشایی دهلیز هوایی میان دو کشور، راه اندازی نمایشگاه ها و همکاری مشترک اتاق های تجارت دو کشور تبادل نظر کردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در نشست مشترک با اساتید پهنتون‌های کشور گفت با گذشت زمان جهان همچنان حقایق را درک، دست تعامل و رسمیت را به سوی امارت اسلامی دراز خواهد کرد. وزارت دفاع ملی میگوید در زون شمال کشور را سوی قلوردوی 209 الفتح 18 کیلومتر سرک ترمیم شد. ملا محمد عیسی ثانی سرپرست وزارت فواید عامه از جریان کار بازسازی شهرهای سالنگ ها دیدن نمود. شاروالی کابل میگوید به مناسبت دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان رنگامیزی علائم جاده ها از چهارراهی اول پروژه احمد شاه بابا مینه تا چهارراهی ماموریت در ناحیه 12 توسط شاروالی کابل و به همکاری باشندگان آن منطقه آغاز شد.